اللهم این عبدک ابن عبدک ابن امتک، یعنی که اللهم ای بار الها اینی عبدک، هر آینه من بنده تو هستم. اینی عبدک، هر آینه من ای الله عبدک یعنی بنده تو هستم. ابن عبدک، من پسری بنده تو هستم، یعنی پدرت. من پسری بنده تو هستم. ابن امتک، پسری بنده تو هستم، یعنی که مادرت. ابن عبدک یعنی پدرت. ابن امتک یعنی مادرت، یعنی که پدری من بنده تو بود، مادری من بنده تو بود، من همه الله بنده تو هستم. ناصیتی بیدیک، ناصیتی یعنی پیشانی من ای الله به دست تو است. پیشانی من در دست تو است. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که ای الله تو میخواهی آن میشود برای من. ناصیتی بیدیک یعنی اختیاری من ای الله در دست تو است. هر آنچه ای الله تو میخواهی آن میشود. ماضین فی حکمک، ماضین یعنی که تنفیذ شونده است، اجرا شونده است، یعنی اجرا می شود، میگذرد حکم تو. حکم یعنی حکم تو، فی یعنی در من ای الله، یعنی هر حکمی که تو میکنی ای الله بالای من اون می شود. عدل فی قضاؤک، عدل یعنی عدل و عادلی است. هر حکمی که ای الله تو کردی عدل است برای من. قضای تو، قضا یعنی که حکم تو، قضاوت تو، هر چیزی که برای من صادر میکنی، قضا و قدری که برای من میاری، اون برای من عدل است ای الله تبارک و تعالی. اسألک بكل اسم هو لک، اسألک یعنی من ای الله میپرسم تو را، درخواست میکنم تو را، بكل اسم هو لک یعنی به هر نامی که اون نام تو است. هر نامی که نام تو است به واسطه آن نامت ای الله من از تو میپرسم. سمیت بهی نفسک، سمیت یعنی نام گذاشتگی هستی تو، بهی یعنی به همون نام، نفسک یعنی خودت رو ای الله. سمیت بهی نفسک، نام گذاشتی تو ای الله به همون نام خودت را. ای الله به همون نام از تو من سوال میکنم. او انزلته فی کتابک، یعنی یا نازل کردی تو ای الله همون نام را، نامی که من با واسطه اون نام از تو میپرسم، همون نام را ای الله تو نازل کردی فی کتابک یعنی در کتابت، یعنی در قرآن هر نام های الله آمدگی است. او انزلته یا نازل کردی تو همون نام را فی کتابک یعنی در کتابت، یعنی به طریق وحی، به طریق جبرائیل علیه السلام با پیغمبر فرستادی. ای الله با همون نامت من از تو طلب میکنم. او علمته احدا من خلقک، یا تعلیم دادی تو ای الله همون نامت را. او علمته هو یعنی که همون نامت را، یا تعلیم دادی تو ای الله همون نامت را. احدا من خلقک یعنی کسی از مخلوقاتت را، یعنی پیغمبرانت را، که پیغمبرانت میگه این نام الله هست، این صفت الله هست، پس من قبول میکنم. چرا؟ زیرا که علمته تو ای الله اون پیغمبرت را تعلیم دادی که اون نام را برای ما بدهد، برای ما بگوید. او علمته احدا من خلق یعنی که از مخلوقاتت، یعنی کی؟ یعنی پیغمبرها. فهمو؟ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، او استأثرت یعنی که یک خاص گرداندی تو همون نام را، به یعنی که همون نام را، فی علم الغیب عندک یعنی در علم غیبی که در نزد خودت است، یعنی خاص گرداندی همون نام را در علم غیبی که در نزد خودت است، یعنی که اون نام تو نازل نکردی، یعنی اون نامی را که الله تو در نزد خودت نگاه داشتی که ما نمیدانیم و در کتاب نیست، پیغمبران ما را نگفتند، پس اون نام در نزد خودت است ای الله. همچنین من با اون نام هم از تو طلب میکنم، با واسطه اون نام هم از تو طلب میکنم. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، همین جای این دعا دلیل است که الله تبارک و تعالی 99 نام ندارد.
الله تبارک و تعالی نامش خیلی زیاد است، در قرآن آمده است، در سنت آمده است، اونها را ما میدونیم و غیر این نامهایی هسته که استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی در نزد الله است که ما نمیدونیمش. برای خاطر نامه الله را 99 تا گفتن خطا است، یعنی که عدد معین گفتن نامهای الله خطا است. اما میگیم 99 نام الله. چرا؟ زیرا که در یک حدیث آمده است 99، برای همه میگن 99 نام. اما در اصل الله 99 نام ندارد، الله نامش بسیار است. یا چند شما میدونیم و با بعضیش ما نمیدونیم، در نزد الله هست. فهمو؟ اکنون به این قدر چیز پرسید چیکار که میگه؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ان تجعل، این که بگردان، یعنی که من بنده تو هستم، پدرم بنده تو است، مادرم بنده تو است، حکمی که حد بر من صادر میکنی اون بالای من صادر میشود، هر حکمی که میکنی اون عدل است، با تمام نامهات من ای الله تو را میپرسم. از این قدر گپا را میگوید، یعنی که چی طلب دارد؟ میگه که انت جعله، ای الله بگردان تو قرآن را ربیع قلبی، یعنی که بهار دل من بگردان. چرا ربیع قلبی گفت؟ زیرا اینکه در بهار زمین ها می شکوفد. فهمو؟ وقت شکوفایی است، یعنی دل مرا بشکوفا، دل مرا بسبزان، چطوری که بهار می سبزاند. فهمو؟ در بهار همه چی می سبزد. ای الله انمی طور قرآن را سبزاننده دل من بگردان که دل من بسبزد، دل من بیدار شود. و نور صدری، ای الله قرآن را نور دل من بگردان، قرآن را نور برای قلب من بگردان. و جلاء حزنی، و قرآن را ای الله از بین برنده حزن من بگردان. حزن یعنی زیقیا و مشکلاتی که بالا میاد، من غمگین میشم، غمگینی ها ما ای الله به سبب قرآن از من دور کن. و ذهاب همی، و قرآن را ای الله از بین برنده هم من بگردان، هم و غم من بگردان. اینم یعنی که غم و اندوه، حزن و هم هر دوش غم و اندوه هست. فهمو؟ اما فرق بین اینها چی هست؟ فرق بینشون حزن یعنی که کار شده گذشته است، از اون پشیمان هستیم و غمگین هستیم و از اون ما در مشکلی افتانده است و غمگین کرده است. فهمو؟ این را میگن حزن. اما هم چی را میگن؟ هم کارهایی که در آینده می شود، کارهایی که در آینده می آید و ما را غمگین می کند. در آینده می شود که کارهایی که حال شدگی نیست شاید بشود و ما را غمگین بکند و ما غم در دلمون از اون داریم. ای الله اون کارها را هم به سبب قرآن یا قرآن را سبب بگردان که اون کارها را از دل ما دور کند. غم عموما غم شده گذشته است و در آینده می شود و هر پرابلمی که ما داریم سبب غمگینیمون هست. ای الله اون پرابلم ها را از سر ما دور بگردان. فهمو؟ این هست خلاصه ترجمه این دعا. و جلاء حزنی، جلا یعنی که آشکار کننده حزن من، یعنی از بین برنده حزن من. مقصد از جلا یعنی که از بین بردن، یعنی نابود کننده، روشن کننده حزن من. یعنی انسان وقتی حزن و بگیم غمگین می شود دلش تنگ می شود. ای الله انمون حالتی که دل من تنگ است، با قرآن دل مرا روشن بگردان، یعنی که غم مرا از دلم دور بگردان. فهمو؟ ماشاءالله قدر سخنهای زیبایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم میداد که این همه این چی است؟ قرآن است. یعنی با سبب عمل کردن به قرآن، با سبب خواندن قرآن، با سبب رساندن قرآن برای دیگرها که این فضائل برای انسان می آید و انسان دارای این فضائل می شود ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از همین جمله بگرداند و این دعا را در حق هر یک ما و شما الله نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیک و جزاک الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.